با قبل منصبداران فرانسه، پرزیدنت این کشور امانوئل ماکرون پیشنهاد کرده است که بعد ختم مهلت سازش هسته‌ای ایران در سال 2025 امکان تمدید آن بررسی شود. روز دوشنبه در حاشیه مجمع کلی سازمان ملل متحد در نیویورک، ماکرون با پرزیدنت ایران حسن روحانی و رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ واخوری‌های جداگانه داشت. با قبل منصبداران فرانسوی، ماکرون سعی نمود ترامپ را با پایبندی به سازش با تهران وادار کند. رئیس جمهوری آمریکا چند دفعه تاکید کرده است که سازش با تهران را از اعتبار ساقط خواهد کرد. با عقیده ماکرون، لغو این سازش باعث سبقت تسلیحاتی در خاورمیانه خواهد شد. فرانسه یکی از 6 کشور ابرقدرت عالم است که در سال 2015 با ایران سازش هسته‌ای به امضا رسانیده است. بر پایه آن تحریم بین المللی ایران کاهش یافته، در جواب تهران از غنی‌گردانی اوران دست می‌کشد.